سلام به همه شما. به لونالینگو خیلی خوش اومدید. منم مثل خودتون عاشق یادگیری زبانم و قراره اینجا با هم اسپانیایی رو یاد بگیریم. خب برای شروع هر سفری باید قدم اول و محکم برداشت و قدم اول ما هم یاد گرفتن الفبای اسپانیاییه. پس اگه آماده این بزن بریم. تا حالا به این فکر کردین که صدای زبان اسپانیایی چجوریه؟ یعنی چه چیزی باعث میشه اینقدر خاص و آهنگین باشه؟ حروفش رو که نگاه میکنیم خب خیلیاش شبیه انگلیسیه، اما اصل ماجرا توی صداهاست. هر حرف یه صدای مشخص و قشنگ داره که قراره با هم کشفشون کنیم. ببینید، هدف ما توی لونالینگو اینه که حس کنیم داریم با یه دوست زبان یاد میگیریم. من اینجا یه معلم خشک و رسمی نیستم، نه، منم دارم همزمان با شما یاد میگیرم و تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک میذارم. اینطوری یادگیری خیلی شیرین‌تر میشه، مگه نه؟ خب بریم سراغ بخش اصلی ماجرا، یعنی قلب تپنده تلفظ تو زبان اسپانیایی، حروف صدادار. و یه خبر عالی براتون دارم، فقط 5 تا هستن و صداشون همیشه ثابته. یعنی اگه این 5 تا رو یاد بگیرین، نصف بیشتر راه رو رفتین. به این 5 تا حرف جادویی نگاه کنین. توی اسپانیایی هر کدوم از اینها فقط یه صدای خالص و تمیز دارن. دیگه از این خبرها نیست که یه حرف صدادار کلی صدای عجیب غریب داشته باشه. اینجا همه چیز خیلی ساده و سر راسته. این فوق‌العاده است. خب وقت تمرینه. با من تکرار کنین. آ، ا، ای، او، او. دیدین چقدر راحت بود؟ حالا بیاین توی این اسما صداشون رو بشنویم. آ مثل توی اسم آنا، ا مثل توی اوا، ای در ایگلسیاس، او مثل رودریگو و او در کلمه اوگو. صداها کاملا شفاف و مشخصن. خیلی عالی. حروف صدادار رو که مثل آب خوردن یاد گرفتیم. حالا آماده این واسه یه چالش کوچولو و بامزه؟ یه سری از حروف بی صدا هستن که انگار 2 تا شخصیت دارن. یعنی بسته به اینکه بعدشون چه حرف صداداری بیاد، صداشون عوض میشه. اولین حرفی که این ویژگی جالب رو داره حرف سی هستش. کنجکاو شدیم بدونین چطوری کار میکنه؟ پس بیاین با هم ببینیم. اینجا 2 تا شخصیت حرف سی رو میبینیم. اگه بعدش حروف A، O یا U بیان، صدای سخت ک میده. مثلا کارولینا، کوبوس، کوئتو. اما اگه بعدش ای یا آی بیاد، صداش نرم میشه. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. توی اسپانیای اسپانیا این صدا مثل سه تلفظ میشه. سسیلیا، سینکو. ولی تو بیشتر کشورهای آمریکای لاتین خیلی راحت صدای سه میده. سسیلیا، سینکو. خب حالا بریم سراغ یه زوج خیلی باحال دیگه. جی و جی. اینجا هم حرف جی گاهی وقتا شیطونیش گل میکنه و میتونه دقیقاً مثل حرف جی صدا بده. یعنی یه صدای خاک که انگار از ته گلو میاد. قانونش خیلی شبیه حرف سی هستش. حرف جی قبل از ای، او و یو صدای سخت گ میده مثل گارسیا. اما اگه قبل از ای و آی بیاد، صداش نرم میشه و تبدیل به همون صدای حلقی خ میشه. گوش کنین، خراردو خینس. حرف جی هم که تکلیفش روشنه. همیشه همین صدای خ رو داره، مثل خایمه. خب رسیدیم به یکی از اون قسمتایی که خیلی ها رو گیج میکنه. تفاوت بین صدای بی و وی. اصلا فرقی با هم دارن. آماده این که یه راز بزرگ رو کشف کنیم؟ و اما راز بزرگ اینه که هیچ تفاوتی بینشون وجود نداره. بله، درست شنیدید. توی اسپانیایی امروزی صدای بی و وی کاملا یکسانه. هر دوتاشون مثل ب خودمون تلفظ میشن. این یه اشتباه خیلی رایجه که زبان آموزا فکر میکنن این دوتا فرق دارن. به مثالا گوش کنین: برخا، برمودز. حالا با وی، ویسنت ولاسکو. دیدین صدا دقیقاً یکیه. تا اینجای کار که فوق‌العاده بود. حالا وقتشه بریم سراغ اون صداهایی که حکم امضای زبان اسپانیایی رو دارن. یعنی حروفی که به این زبان شخصیت و هویت میبخشن. اینا همون صداهایی هستن که وقتی میشنوید سری میگید آها، این اسپانیاییه. اولین ستاره این بخش حرف اچ هست. قانونش به طرز خنده‌داری ساده است، ولی خیلی مهمه که یادتون بمونه، چون با بیشتر زبان‌های دیگه کاملا فرق میکنه. این اسلاید دیگه خودش همه چیز رو توضیح میده. توی زبان اسپانیایی حرف H همیشه ساکته، اصلا صدا نداره، انگار که وجود نداره. پس ما نمیگیم هوگو، میگیم اوگو. نمیگیم هولا، میگیم اولا. این حرف فقط نوشته میشه ولی هرگز خونده نمیشه.
و حالا میرسیم به ستاره اصلی الفبای اسپانیایی، حرف انیه. انه با اون کلاه کوچولوی موجدار و بامزه‌اش که بهش میگن تیلده صدای نی تولید میکنه. بهترین مثالی هم که میشه زد خود کلمه اسپانیا هست. با من تکرار کنین، اسپانیا. و اما میرسیم به معروفترین و شاید یکم چالش برانگیزترین صدای اسپانیایی، صدای آر غلطان. اصلا نگران نباشید. این صدا فقط با تمرین به دست میاد و وقتی یادش بگیرید تلفظتون یهو چند سطح حرفه‌ای تر به نظر میاد. آماده تمرین هستین؟ ببینید، ما تو اسپانیایی 2 جور صدای آر داریم. وقتی یه آر تنها وسط کلمه باشه، یه ضربه نرم و سریع با نوک زبون به سقف دهن میزنیم، تقریباً مثل ر خودمون. اما وقتی 2 تا آر پشت هم میاد، آر آر، یا وقتی آر اول کلمه است، باید زبونتون رو بلرزونید. ر ر ر، مثل اسم هر رو یا کلمه پر رو، یعنی سگ. این صدا فقط تمرین میخواد، پس اصلاً ناامید نشید. کارتون فوق‌العاده بود. واقعاً تبریک میگم. شما الان تمام ابزارهای لازم برای خوندن کلمات اسپانیایی رو در اختیار دارید. حالا وقتشه که این دانش جدیدمون رو بذاریم روی هم و اولین کلمه هامون رو با اعتماد به نفس کامل بخونیم. آماده این؟ خب بیایم با همین کلمات رو بخونیم. اولی خیلی ساده، آنا. دومی ایوا. سومی یادتونه قانون اچ چی بود؟ آفرین، اوگو. چهارمی با لهجه اسپانیا میشه سسیلیا، با لهجه آمریکای لاتین میشه سسیلیا. پنجمی نکته خاص داره، خیکو. اینجا و تو چند تا کلمه دیگه ایکس صدای خ میده. و آخری باز هم اچ ساکت، اولا. کار تالی بود. این یه دستاورد واقعاً بزرگه. شما الان کلید خوندن تقریباً هر کلمه‌ای تو زبان اسپانیایی دارید. هر کلمه‌ای که از این به بعد ببینید با همین قوانین ساده و روونی که یاد گرفتیم میتونید بخونیدش. پس حسابی به خودتون افتخار کنید. این تازه اول راه بود. حالا که ابزار خوندن رو دارید، یه دنیای بزرگ از کلمات جدید منتظر شماست. دوست دارید کلمه بعدی که با هم یاد میگیریم چی باشه؟ حتما برامون توی کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم که توی مسیر با من همراه بودید. یادتون نره که کانال لونالینگو دنبال کنید تا این سفر هیجان انگیز رو با هم ادامه بدیم. تا ویدیوی بعدی، آدیوس.